ای برادر مسلمانم، غمی رسول الله کتت است. ما این امت چرای دور هستیم که یک کافر جرأت پیدا میکنه. عایشه رضی الله عنها میفرما ماها تیر میشد بغیر از دو چیزی سیاه که یکی خرما بود یکی آب، دیگه چیز خانه ما پیدا نمیشد. زنی انصاری است، میدود طرفی لشکر آمده رئیس از جنگ، سوال میکنه ما فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام چی کار کرد، چی شد؟ خبر داده میشه بچه شهید شده، دیگه قافله برش میگه شوهرت شهید شده، دیگه قافله برش میگه پدرت شهید شده، دیگه قافله برش میگه برادرت شهید شده. این زن میگه باز سوال میکنه ما فعل رسول الله، پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی فعل کرده؟ فلما اخبرت، هرگاه که خبر برش داده شد عن رسول الله صلی الله علیه و سلم انه بخیر، که پیغمبر بخیر است، قالت کل مصیبت بعد آجلل، هر مصیبت بعد از این سبک است، هیچ کدام پروایی نداره. زن انصاری که غیرت داره، دل افگار نمیکنه، غم از شوهری خود نمیکنه، از برادری خود نمیکنه، از پدری خود نمیکنه، از بچه خود نمیکنه، غمی رسول الله را داره. ای برادر مسلمانم، غمی رسول الله کتت است. ما این امت چرای دور هستیم که یک کافر جرأت پیدا میکنه فیلم رسول الله را توهین‌آمیز میکشه و او را پخش میکنه. پیغمبر علیه السلام امکانات زندگیش از طرف دنیای کافر بود یا از خودشان بود؟ سری دو چیز وا زندگی میکردن. به الله قسم، عایشه رضی الله عنها میفرما ماها تیر میشد بغیر از دو چیز سیاه که یکی خرما بود یکی آب، دیگه چیز خانه ما پیدا نمیشد. پیغمبر ما اوطور زندگی را تیر میکنه، اکتفا و صبر میکنه، غیرت از دست نمیده، شهامت از دست نمیده. تو مسلمان چرا غیرتیت از بین برده ای؟ چرا دختریت در پیش آمد و استقبالی کافر روان میکنی؟ ای مسلمان، ای مسلمان، چرا تقویت میکنی یهود و نصارا را؟ چرا همکاری داری ای مسلمان؟ تو مرگ نداری، تو در پیش الله متعال رفتنی نیستی، تو با این طور کافر دشمنی نمیکنی.